اگر سلاح هسته‌ای را کنار بگذاریم، کدام کشور واقعاً قدرت نظامی بیشتری دارد؟ ایران یا پاکستان؟ این سوال سالهاست ذهن خیلی ها را درگیر کرده. دو کشوری که هر دو ارتش‌های بزرگ، تجهیزات سنگین و تجربه‌های جنگی مهمی دارند، اما سبک نظامیشان کاملاً متفاوت است. پاکستان بیشتر روی ارتش کلاسیک و نیروی هوایی مدرن تمرکز کرده، در حالی که ایران طی سالهای اخیر روی موشک‌ها، پهپادها و جنگ نامتقارن سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده است. حالا اگر این دو کشور بدون در نظر گرفتن سلاح هسته‌ای روبروی هم قرار بگیرند، کدام یک دست بالاتر را خواهد داشت؟ برای پاسخ باید همه چیز را بررسی کنیم. از تعداد نیروها و تانک‌ها گرفته تا جنگنده‌ها، پدافندها، موشک‌ها و تجربه واقعی جنگ. از نظر نیروی انسانی، پاکستان جمعیت بیشتری دارد، حدود 240 میلیون نفر، در مقابل حدود 90 میلیون نفر جمعیت ایران. ارتش پاکستان حدود 650,000 نیروی فعال دارد و صدها هزار نیروی ذخیره هم در اختیارش قرار دارد. ایران هم حدود 600,000 نیروی فعال دارد، اما تفاوت مهم اینجاست که ساختار نظامی ایران فقط به ارتش محدود نمی شود. سپاه پاسداران، نیروهای قدس و یگانهای ویژه نقش بزرگی در توان نظامی ایران دارند، مخصوصاً در عملیات‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نامتقارن. در بخش نیروی زمینی، پاکستان از نظر تعداد تجهیزات برتری محسوسی دارد. این کشور حدود 2500 تانک عملیاتی در اختیار دارد، از جمله تانک‌های الخالید، T-80UD و الزرار که بخش زیادی از آنها نسبتاً مدرن محسوب می‌شوند. ایران هم حدود 1500 تا 2000 تانک دارد، از جمله T-72، ذوالفقار، چیفتن و M60. بعضی از این تجهیزات قدیمی هستند، اما ایران تلاش کرده با ارتقاء داخلی آنها را همچنان عملیاتی نگه دارد. با این حال، نقطه قوت اصلی ایران در زمین فقط تانک نیست، بلکه شبکه عظیم توپخانه، راکت اندازها و موشک‌های تاکتیکی است که می‌توانند در مدت کوتاهی حجم سنگینی از آتش را ایجاد کنند. اما شاید مهمترین بخش این مقایسه نیروی هوایی باشد. پاکستان یکی از حرفه‌ای‌ترین نیروهای هوایی منطقه را دارد. این کشور حدود 400 تا 450 جنگنده عملیاتی در اختیار دارد، از جمله F-16 آمریکایی، GF-17 تاندر و G-10 چینی. جنگنده‌های پاکستانی هم مدرن‌تر هستند و هم از نظر هماهنگی و آموزش ساختار بسیار منظم‌تری دارند. در مقابل، ایران هنوز بخش زیادی از نیروی هوایی خود را بر پایه جنگنده‌های قدیمی بنا کرده، مثل F-14 تامکت، F-4 فانتوم، میگ 29 و سو 24. هرچند ایران طی سالها با مهندسی معکوس و ارتقاء داخلی توانسته این هواپیماها را حفظ کند، اما واقعیت این است که در نبرد هوایی کلاسیک پاکستان احتمالاً برتری قابل توجهی خواهد داشت. در بخش هلیکوپترها هر دو کشور ناوگان بزرگی دارند. ایران از کبرا، چینوک و MI-17 استفاده می کند و پاکستان هم کبرا،
MI-17 و هلیکوپترهای چینی Z-10 را در اختیار دارد. اما حالا میرسیم به بخشی که معادله را تغییر می‌دهد: موشک‌ها و پهپادها. ایران طی 2 دهه اخیر یکی از بزرگترین برنامه‌های موشکی منطقه را توسعه داده است. موشک‌هایی مثل شهاب، فاتح 110، سجیل و خرمشهر بخشی از زرادخانه موشکی ایران هستند. بعضی از این موشک‌ها بردی بیشتر از 2000 کیلومتر دارند و ایران بارها نشان داده که می‌تواند حملات موشکی گسترده و هماهنگ انجام دهد. در کنار آن، ایران به یکی از قدرت‌های اصلی پهپادی منطقه تبدیل شده. پهپادهایی مثل شاهد 136، مهاجر و ابابیل نه تنها در رزمایش‌ها بلکه در جنگ‌های واقعی هم استفاده شدند. پاکستان هم موشک‌های قدرتمندی مثل شاهین و بابر را در اختیار دارد. اما بخش مهمی از استراتژی موشکی این کشور به بازدارندگی هسته‌ای وابسته بوده است. در حوزه پهپاد نیز پاکستان پیشرفت کرده، اما هنوز فاصله محسوسی با ایران دارد. اگر سلاح هسته‌ای را حذف کنیم، بدون شک ایران در بخش موشکی و پهپادی برتری جدی خواهد داشت. در بخش پدافند هوایی هم ایران سرمایه‌گذاری سنگینی انجام داده است. سامانه‌هایی مثل باور 373، سوم خرداد، تور M1 و S-300 ستون اصلی دفاع هوایی ایران را تشکیل می‌دهند. پاکستان هم از سامانه‌های چینی مثل HK-9 و LY-80 استفاده می‌کند. اما شبکه دفاع هوایی ایران گسترده‌تر و چند لایه‌تر به نظر می‌رسد. اما چیزی که این مقایسه را پیچیده‌تر می‌کند، تجربه واقعی جنگ است. ایران طی سالهای اخیر در سوریه، عراق و مبارزه با داعش حضور فعال داشته و تجربه عملیات منطقه‌ای گسترده‌ای به دست آورده است. پاکستان هم تجربه زیادی در مبارزه با تروریسم و درگیری‌های مرزی دارد. اما مدل جنگی ایران پیچیده‌تر و ترکیبی‌تر بوده است. در نهایت، اگر بخواهیم خیلی ساده نتیجه گیری کنیم، پاکستان در ارتش کلاسیک، نیروی هوایی و تجهیزات زمینی مدرن‌تر برتری دارد. اما ایران در موشک‌ها، پهپادها، پدافند و جنگ نامتقارن بسیار خطرناکتر ظاهر می شود. به همین دلیل نتیجه هر جنگ احتمالی بین این دو کشور کاملاً وابسته به شرایط جنگ خواهد بود. اگر جنگ کوتاه و کلاسیک باشد، پاکستان احتمالاً شانس بیشتری دارد. اما جنگ طولانی، فرسایشی و مبتنی بر موشک‌ها و حملات نامتقارن شود، ایران می‌تواند به رقیبی بسیار سخت و پرهزینه تبدیل شود.